سلام كمسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسی عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه کفر و ایمان اجباری نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا ولكن خلقهم أشخاصا والإيمان والكفر فعل العباد يعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرا فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا وفي حال إيمانه من غیر ان یتغیر علمه و صفته. یعنی خداوند هیچ کس از بندگان خودش را به کفر و ایمان مجبور نکرده است و نه آنان را مؤمن و کافر آفریده است، بلکه آنها را اشخاص یعنی مجرد از کفر و ایمان، خالی از کفر و ایمان آفریده است. کفر و ایمان کردار بندگان است، یعنی انتخاب بندگان است. هر کس کافر شود، خداوند متعال حالت کفر او را هنگام کافر بودنش می‌داند و هرگاه پس از آن ایمان بیاورد، حالت ایمان او را نیز می‌داند، بدون اینکه علم و صفت دانستن خداوند تغییر یابد. اکنون بیایید شرح گفته های امام را می‌بینیم. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: خداوند هیچ کس از بندگان خودش را به کفر و ایمان مجبور نکرده است. یعنی کسی را خداوند مجبور نکرده است که تو مؤمن میشوی و تو کافر میشوی. این طور نکرده است خداوند. چون اگر این طور میشد، یعنی در حق آنانی که به آنها را مجبور میکرد به کفر، این ظلم بود. به این سبب خداوند این طور نکرده است و نه آنان را مؤمن و کافر آفریده است. یعنی خداوند قسم بندگان را مؤمن و قسم بندگان را کافر نآفریده است، بلکه آنها را اشخاص، یعنی بلکه آنها را شخص آفرید، همچون شخصی که در اون نه کفر است و نه ایمان. در اینجا البته ما ایمانی کسبی را در نظر داریم، ایمانی فطری را نه. ما گفتیم که همه انسان ها در فطرت با ایمان تولد می شوند و در اینجا ما ایمانی کسبی را در نظر داریم، آن ایمانی که خود انسان آن را قبول می کند. دوامش چی می گویند؟ کفر و ایمان کرداری بندگان است. یعنی کفر ورزیدن یا که ایمان را قبول کردن، این کردار، این انتخاب و اختیار هر یک بنده است. هر کس کافر شود، خداوند متعال حالت کافری او را هنگام کافر بودنش می‌داند و هرگاه پس از آن ایمان بیاورد، حالت ایمان او را نیز می‌داند، بدون اینکه علم و صفت دانستن خداوند تغییر یابد. وقتی کسی که مسلمان نبود، وقتی که ایمان می‌آورد، ما الکی می‌دونیم که این شخص ایمان آورد و یک تغییرات در علم ما داخل شد. ما ممکن که تصور نمی کردیم که فلان شخص ایمان می آورد یا که تصور نمی کردیم که فلان شخص کافر می شود. یعنی بعد از شدن، بعد ما فهمیدیم علم به علم ما اضافه شد و خداوند باشد چنین نیست. خداوند در ازل می داند که کدام شخص کافر می شود، کدام شخص ایمان می آورد، همه این را می داند و علم خداوند تغییر نمی یابد، چون علم خداوند صفت اوست. زیادتی یا کمی در علم خداوند دیده نمی شد. ببینید دوستان، امام ابو حنیفه بار دیگر تاکید می کنند که هیچ تغییرات و اضافه یا کمی در علم خداوند نیست، چون علم خداوند صفت اوست. خلاصه درس دوستان عزیز، خداوند هیچ انسان را مجبور مؤمن و یا کافر خلق نکرده است، بلکه چنین خلق کرده است که انسان قابلیت قبول ایمان یا کفر را دارد. از این برمی آید که
کسب ایمان و کفر به حساب اختیاری بنده واگذار است. یعنی بنده خواهد ایمان را اختیار میکند و خواهد کفر را اختیار میکند و مجبور نیست به اختیار یکی از اینها و خداوند باز داناتر است. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.